با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیون سیمای شهری پنجاکند منظور شماست. السلام علیکم. در زمینه دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور نقشه وزارت مدافع کشور با مقصد معین نمودن سطح آمادگی مدافع حدودی ذخیره‌های سفربری شهر پنجاکند مشق و تمرین‌های حربی گذرانیده شد. در پرتو دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح کشور محترم امام علی رحمان و نقشه چاره‌بینی‌های وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در شهر پنجاکند با مقصد معین نمودن سطح آمادگی مدافعی حدودی و ذخیره‌های سفربری مشق و تمرین‌های حربی دایر گردید. نخست معاون اول وزیر مدافع سردار استاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت امام علی صابرزاده با هیئت همراهانش و رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده از صف‌های اشتراکچیان مشق مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری، تکنیک سرشمار مسافرکشان و بارکش، اسب سوارانی که در میدان پرواز فرودگاه با ترتیب و نظام حربی آراسته شده بود دیدن نموده با آنها صحبت انجام دادند. بعد شنیدن گزارش کمیسر حربی شهر اوید به آمادگی اشتراکچیان مشق مدافع حدودی و ذخیره سفربری، معاون یکم وزیر مدافع سردار استاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال لتینانت امام علی صابرزاده ضمن شرح وضع مرکب سیاسی منطقه و جهان برگزاری این مشق را در امر تحکیم قابلیت مدافعی کشور، آمادگی ذخیره‌های سفربری برای حفظ صلح و ثبات و رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت مهم ارزیابی نمود و برای در قطار اولینها در مملکت به اجرا رسانیدن نقشه دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی به همه مسئولان معرکه دعوت، خاصه پدر و مادران نوسکران سپاس بیان کرد. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در مدت کوتاه در وقت معین شده صف آراستن اشتراکچیان مشق مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری از همه گوشه و کنار شهر و دهات در روز اول به اجرا رساندن نقشه دعوت تیرماهی جوانان را به خدمت حربی دلیل معتمد جانبداری صمیمی ساکنان از سیاست پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عنوان کرد و از جمله تاکید کرد که حفظ مرز و بوم مقدس وطن، فضای صلح و ثبات کشور برای جوانان و همه ساکنان پنجاکند وظیفه مقدس به شمار می رود و من بعد نیز ما پنجاکندیان با کمال مسئولیت بلند وطنداری برای حفظ وطن خویش تمام امکانات ها را روانه خواهیم کرد. اشتراکچیان مشق مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری با سر دادن شعارهای وطن دوستانه شرف به سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و تاجیکستان به پیش بار دیگر صداقت خویش را به امر وطن، حفظ مرز و بوم مقدس آن و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی ارزیابی کردند. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده از جماعت دهاتی یوری دیدن نموده با جریان کارهای آبادانی و سازندگی به مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، رشد ساحه کشاورزی و مسائل بلند برداشتن سطح زندگی مردم شناس گردید و در نزد مسئولین وظیفه‌های مشخص گذاشت.
با مقصد تقویت بخشیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی، تقویت بخشیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی، همچون منبع اساسی استحصال محصولات عضوخواری، چاره‌های ضروری اندیشیده می شود. یکی از راه‌های مفید به دست آوردن حاصل خوب در وقت کشتی تیره‌ماهی، گذراندن کارهای شودگار مولا، نرم نمودن زمین و وارد نمودن نوری‌های معدنی و ارگانیکی می باشد. چنین توصیه می‌دهند متخصصان ساحه کشاورزی. زمین‌های کشتی کооپراتیو کشاورزی خراسان جماعت دهاتی یاری شهری پنجکند در بیش از 470 دومن پهن کرده است و در آن زراعت گوناگون پرورش کرده می شود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از جماعت دهاتی یاری با رفت کشتی تیره‌ماهی در این خواجگی شناس شد. گفته شد که تاکنون در میدان 60 گکتار سهمداران کشتی تیره‌ماهی غله گذراندند و این کار با استفاده با روزهای آفتابی ادامه داده می شود. در صحبت با رهبران و سهمداران خواجگی توجه آنها به استفاده با ثمر هر قطعه زمین، بهتر نمودن حالت ملیارتیوی آن با نصب پایگاه آبکشی داخل خواجگی، ذخیره نمودن تخم کارتوشکا و زیاد کردن میدان آن در کشتی بهاری جلب کرده شد. تاکید گردید که در صورت استفاده با ثمر میدان‌های کشت، حاصل کارتوشکا، غله و دیگر زراعت را به مراتب افزون کردن ممکن است. جهت عملی سازی سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت، رهبر دولت محترم امامعلی رحمان بنیاد بیناهای علاوگی مکتب را با مقصد باسواد و با فرهنگ تربیت یافتن فرزندان، ساکنان معارف پرور و صاحبکاران موفق دیار، شخصان سخاوت پیشه ادامه داده ایستادند. خاصه به طور حشر عمومی و دستگیری مولوی سخاوتمندان و صاحبکاران محلی بنیاد انشاءات ساحه اجتماعی به حکم عنعنه درآمده است. در مجموع جهتی سزاوار استقبال گرفتن جشن فرخنده دولت و ملت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، عملی سازی سیاست معارف پرورانه سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه سلسله بنیادکاری ها راه اندازی شده است. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مبلغ گذاری صاحبکاران و والدان، شخصان سخاوت پیشه در نزد مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 57 دهه یاری جماعت دهاتی یاری بنیاد بینای نوی تعلیمی دو قبطه دارای 20 صنفخانه ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از رفت ساختمان این تعلیمگاه به تشبسکاران آن اظهار سپاس کرد. باید گفت که حالا ساختمان تکرسی بینا انجام یافته، گذاشتن دیوار قبطی یکمی آن شروع شده است. با بنیاد این صنفخانه ها نورسایی جای تحصیل در مکتب که در بینای سابق کودکستان جایگیر بوده، در آن 1100 نفر به تحصیل فرا گرفته شدند، حال خود را می‌یابد. همزمان در این سفر با رفت تعمیر و تجدید بینای مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 85 دهه 20 شناس شده، به رهبریت تعلیمگاه برای انجام کارها در آشخانه و تالار ورزشی آن دستورها داده شد. باید گفت که امسال با دستگیری صاحبکاران، آموزگاران و والدان بینای مکتب پورا تعمیر کرده شد. هر سال با آغاز گردیدن موسم بارش حرکت نقلیات در این دهه دشوار گردیده، حتی در بعضی حالتها با سبب باریدن بارشات حرکت قطع می گردید. صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه تصمیم گرفتند که با مقصد آسان نمودن مشکلی صدها نفر ساکنان پل ماشین گذر بنیاد نمایند. ساکنان دهه 20 جماعت دهاتی یاری حالا دست جمعانه به بنیاد پل در موضع خوفناک سنگبوری راه 20 دشت قاضی مشغول هستند. در این موضع همه ساله برای بارشات و سیل خساراتی زیاد میرساند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با رفت بنیاد پل شناس گردیده برای این اقدام اظهار سپاس نمود. اطلاع داده شد که پل مذکور با بلندی 12، درازی 15 و پهنایی 8 متر پیش بینی شده. همه روزه با نوبت ساکنان دهه برای ساختمان آن به حشر میبرایند. حالا گذاشتن تکرسی پایه های پل آینده ادامه دارد.
ضمن سفر کاری همچنین رئیس شهر با وضع آماده نمودن پل از بالای دریای زرافشان که دهه‌های ویشیست و میندانه را با شاهراه پنجکند عینی در ساحل چپ می‌پیوندد و آن با فرمایش حکومت کشور و از جانب وزارت نقلیات با درازی 50 متر بنیاد شده است، شناس گردیده از ساختمانچیان درخواست نمود که کارهای آماده سازی پل را برای استفاده تیزانند و با صفت خوب مورد استفاده قرار دهند. رشد ساحه تأمینات آب نوشاکی در همبستگی با دیگر ساحه‌ها یکی از عامل‌های بلندروی سطح اجتماعیات اقتصادیات به حساب رفته. در بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی و رشد اجتماعی و اقتصادی سهمی باسازا می‌گذارد. توجه حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند بهر تأمین اهالی کشور با آب آشامیدنی با صفت روز از روز بیشتر می‌گردد. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان در دهه یوری جماعت دهاتی یوری چاه عمودی کنده می شود. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که طبق پیشبینی متخصصان در عمق 140 متر آب تازه نوشاکی برآوردن ممکن است. حالا با جلب تکنیک و تجهیزات مخصوص چاه عمودی در چقوره 100 متر کنده شده است و این کار ادامه دارد. آب نوشاکی از این چاه عمودی برای تأمین احتیاجات تا 200 خانواده بسنده است. با تشبثکاران این اقدام اظهار سپاس کرده شده از آنها درخواست گردید که در تعمیر و تجدید خانه فرهنگ جماعت دهات و آباد و زیبا نمودن صحن و اطراف آن که در شفت چاه بنیاد شونده واقع است سهم گذارند و این کار تا جشن نوروز آینده انجام داده شود. سابقه داری مهنت و خدمت دولتی ساکن دهه یوری جماعت دهاتی یوری سیفیدین سیفیف سالهای طولانی به حیث سرداری بریگاده سرور خوجگی و در وظیفه‌های گوناگون خدمت دولتی فعالیت نموده است. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفر کاری با جماعت دهاتی یوری سابقه داری مهنت را عیادت کرده از حال و احوالش باخبر شد. در صحبت تاکید گردید که سهم او در رشد ساحه کشاورزی و خدمت دولتی ارزشمند است. همچنین در این سفر یکی از کهنسال‌ترین ساکنان دهه یوری دوست خلفی 97 ساله که سالیان زیاد در ساحه کشاورزی گیولوژیا زحمت کشیده 12 نفر فرزند را به کمال رسانیده است عیادت کرده شد. گفته شد که در زمینه سیاست اجتماعی حکومت کشور با دستور پیشوای معظم ملت رهبری دولت محترم امام علی رحمان به خدمت‌های سابقه دارانی برومند ارج گذاشته آنها با غمخوری فرا گرفته می شوند. با سابقه داران تحفه‌های پولی و مالی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. سابقه داران در نوبت خود به حکومت کشور خاصه به سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار سپاس نمودند. در دهه یوری جماعت دهاتی یوری شهر پنجکند با اقدام صاحبکاری جوان سیاوش بوجلولف مرکز تفریحی کودکان برای استفاده آماده کرده شده است. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اطلاع داده شد که برای مشغولیت و تفریح خردسالان اینجا با مبلغ بیش از 400,000 سومانی 12 عدد اسباب‌های بازی کودکانه گوناگون گذاشته شده است. بینای مرکز تفریحی برای کودکان از 2 قبط عبارت بوده در آشانه دومی آن کارگاه خرد دوزندگی تشکیل کرده می شود. باید گفت که این نخستین مرکز تفریحی کودکان در دهاتی شهر پنجکند می باشد. با صاحبکار جهتی پوره آماده نمودن مرکز تفریحی و کارگاه دوزندگی دستورها داده شد. در کارخانه مشترکی زرافشان با مقصد آمادگی رهبریت متخصصان و کارگران هنگام حالتهای فوق‌العاده مشق انشاءات مدافع گраждани گذرانده شد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان که در حدود شهر پنجکند جایگیر بوده 3000 کارمند دارد مشق انشاءات مدافع گраждани در موضوع عملی هیئت رهبری کننده قوا و واسطه های انشاءات هنگام ضررآلودشوی از ماده های سخت تاثیر ضررآلود کننده تشکیل و گذرانده شد. برای گذراندن مشق مذکور 75 نفر کارمند و 15 تکنیکای گوناگون جمع آورده شدند. نخست حالت آماده باشی گروه های نیروهای غیر حربی
انشاءات سنجیده شده. سردار هر یک گروه از آمادگی کامل گروه خود حسابات دادند. اجازت دهید مشق انشاءاتی را آغاز نماییم. سردار مدافع گردنی کارخانه سلیم ساخو. سپس در سن کارخانه بانگ خطر شرطی زده شد و نیروهای غیر حربی انشاءات و حربی کننده شده نجات‌دهی کوهی برای نجات ضرردیدگان دست به کار شدند. موافق وضع شرطی مشق انشاءات از جانب نیروهای غیر حربی انشاءات عملهای وابسته به نجات کارمندان هنگام رخ دادن صدمه استحصالی و اخراج ماده‌های سخت تاثیر ضررآلود کننده نشان داده شده. اینچنین در مشق مذکور دسته خدمات حربی کننده نجات‌دهی کوهی عمل خود را وابسته به نجات کارمندان انشاءات نشان دادند. در ادامه از جانب گروه آتش نشانی آتش به عمل آمده با مهارت مخصوص خاموش کرده شده. همزمان از جانب گروه بی‌ضررگردانی انشاءات اخراج ماده سخت تاثیر ضررآلود کننده برطرف کرده شده. کارمندان به منطقه بی‌خوف اواکواسیا کرده شدند. در کارخانه مشترک زرافشان مشق انشاءاتی مدافع گراجدانی گذرانده شد. مقصد از گذراندن مشق مذکور این баланд бардоштани малакаи ҳайати роҳбарӣ кунандаи мудофиаи гражданӣ нерӯи ғайриҳарбии иншоот оид бар бартараф кардани садамаи истеҳсолӣ вобаста ба моддаҳои сахттаъсири заҳролудкунанда мебошад. дар имрӯза машқи мазкур амали нерӯи ғайриҳарбии иншоот оид ба бартараф кардани садамаи истеҳсолӣ аз ҷумла расонидани ёрии аввалии тиббӣ ба зарардидагон, эвакуатсияи коргарон аз минтақаи зарардида, خاموش کردن سوختاری با عمل آمده و دیگر عملیات‌های نجات‌دهی گذرانده شدند. مشق مذکور در یک سطح بلندی آمادگی گذرانده شد. اینچنین به مشق مذکور دیگر دسته‌های نجات‌دهی انشاءات مذکور جلب کرده شدند و امروزه مشق شاهد آن شدیم که دسته‌های نجات‌دهی انشاءات مذکور و هنگام رخ دادن صدمه‌های استحصالی برای برطرف کردن آن آماده می‌باشند. در آخر مشق انشاءات مدافع گراجدانی در کارخانه مشترک زرافشان از طرف رهبر مشق خوب بهاگذاری گردیده ذکر گردید که گذراندن مشق‌های مدافع گراجدانی و به این وسیله سنجیدن حالت آماده باشی گروه نجات‌دهی این یا آن کارخانه، تشکیلات مؤسسه و حدودهای معینی که در آنها احتمال سر زدن حالت‌های فوق‌العاده موجود است از عامل‌های دانسته می‌شوند تا در حالت ضروری آفت به عمل آمده سر وقت و به تلف برطرف کرده شوند. همچنین با یک قطار شخصانی که در تشکیل و برگزار نمودن مشق انشاءات مدافع گراجدانی در کارخانه مذکور سهم نظررس گذاشتند با سپاسنامه و افتخارنامه ها قدردانی گردیدند. ادامه برنامه بخشیده به روز جهانی معیوبان با اقدام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان حفظ اجتماعی اهالی خاصه معیوبان در مد اول قرار دارد. با مناسبت روز جهانی معیوبان در طرفخانه مهر و محبت شهر پنجکن چاره‌بینی معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. در این چاره‌بینی معاون رئیس شهر پنجکن پروینه نقیبی درباره سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن در سمت تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اجتماعی معیوبان به خاطر غمخواری و حمایت منفعت‌های قانونی آنها خاصه کودکان امکاناتشان محدود سخن گفت و همزمان تاکید کرد که در شهر بستانی پنجکن از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن و دیگر سازمان‌های جمعیتی برای این قشر جامعه تدبیرهای زیادی عملی می‌شوند. در نزد اشتراکچیان این همایش معرفتی و فرهنگی نماینده تشکیلات جمعیتی نور امید مقصوده حسن و راهبر شرکت خدمترسانی نقلیاتی 3333 مفتون جورایف و دیگران به سخن برآمده اظهار داشتند که
مطابق امکانیت‌های موجوده برای طبقه‌های معیوب جامعه خاصه کودکان پیوسته کمک‌های عملی می‌رسانند. از طرف کودکان معیوب در این محفل برنامه ادبی و فرهنگی با قرائت شعرها نمایش داده شد. از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین و تشکیلات‌های جمعیتی با معیوبان خاصه کودکان تحفه‌ها تقدیم گردید. اهل هنری شهر پنجکین در این محفل برنامه خیلی زیبای خاطرمان را پیشکش اشتراکیان آن نموده، همزمان برای اشتراکیان کودکان معیوب فضای طرب و شادی را فراهم آوردند. مبارزه با کروپسیا یکی از وظیفه‌های اولین درجه به شمار می‌رود. ضمن جلسه نوبتی کمیسیون جمعیتی مبارزه با کروپسیا مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تحت رهبری معاون رئیس شهر مراد شکرزاده فعالیت کمیسیون و نقشه‌های من بعد بررسی گردید. متوجه باشید به گزارش خبرنگاران ما. در تالار اطلاعاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جلسه نوبتی کمیسیون جمعیتی مقاومت با کروپسیا نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین تحت رهبری رئیس کمیسیون معاون رئیس شهر عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده برگزار گردید. در جلسه نوبتی اساساً یک سلسله پیشنهادهای شعبه منطقوی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان وابسته به قانونشکنی‌ها، دست زدن به عملهای کروپسیونی و فعالیت کمیسیون طبی در معرکه‌های دعوت تیرماهی و بهاری و دیگر قانونشکنی‌هایی که در مقامات دولتی آشکار شدند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. معاون رئیس شهر رئیس کمیسیون مراد شکرزاده به حاضرین اطلاع داد که ما باید هر یک پیشنهاد مقامات حفظ حقوق از جمله شعبه منطقوی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان را همه طرفه آموزیم. برای اصلاح کمبودی‌ها تمام تدبیرها را روانه سازیم. در جلسه اعضای کمیسیون مبارزه با عملهای کروپسیونی نزد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین ادیب اسماعیل ظریفی نماینده شعبه منطقوی اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در وادی زرافشان نظرزاده دولتخوجه و دیگر اعضای کمیسیون به سخن برآمده درباره شفاف و بهتر نمودن سمت‌های مبارزه علیه عملهای کروپسیونی اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کردند. تاکید شد که باید در موسم‌های دعوت تیرماهی و بهاری نوسکران با هیئت کمیسیون طبی منتظم تغییرات وارد کرده شود و باید این مسئله تحت نظارت مقامات و کمیسیون جمعیتی مبارزه بر ضد عملهای کروپسیونی قرار گیرد. در جلسه کمیسیون جمعیتی مقاومت با کروپسیا باری دیگر تاکید شد که باید وابسته به آن مسئله هایی که در جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق شهر پنجکین سنه 27 نوامبر تحلیل و بررسی گردید، خلاصه های ضروری برآورده شود و در نقشه سال 2025 برای اصلاح کمبودی ها و تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی و پیشگیری عملهای کروپسیونی تدبیرهای علاوگی اندیشیده شود. جلسه را رئیس کمیسیون معاون رئیس شهر مراد شکرزاده جنببست کرد و نقشه وظیفه های اعضای کمیسیون را برای سال 2025 معین و مشخص نمود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام.
در هر برآمد خود سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان اوید به سالمی جامعه و تعلیم و تربیت در اویله تاکید میکنند. لیکن متاسفانه امروز جداشوی اویله های جوان در شهر و دهاتی پنجکن امور بلند را نشان میدهد. ادامه این موضوع در گزارش همکاران ما. اساس جامعه این اویله سالم است، زیرا به اویله سالم کس نمیتواند به کارهای روزمره خود با شوق مشغول شود. البته اویله های هستند که با تعلیم و تربیت فرزندان خود در بین جامعه نمونوی بوده عبرت دیگران هستند. متاسفانه اویله های را دیدن ممکن است که با تعلیم و تربیت به فرزندان اعتبار جدی نمیدهند. این باعث آن میگردد که در بین جوانان به قید گرفتن شامل شدن به هر گونه حزب و حرکت‌های غیرقانونی، دست زدن به کردارهای نامطلوب و حتی جداشوی عائله‌ها دچار شدن ممکن است. البته باعث نگرانی است که در شهر پنجکن بیکار شدن عقد نکاح آمار بلندی را نشان میدهد. این موضوع تشویش‌آور است و باید قید کرد که پیشگیری این کردارها تنها با گذراندن کارهای فهماندهی از طرف کارمندان شعبه ثبت اسناد حالتهای شهروندی بسنده شدن نمیتواند. باید کارمندان شعبه کار با زنان و عائله، رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر، شعبه تنظیم جشن و مراسم ها، راهبریت جماعت و رئیسان محله ها با یکجایگی اهل جماعتچگی در این سمت کار را جانانگ نمایند و چطوری که توسط وسایل اخبار عامه آگاهی داریم در جمهوری از 25 نوامبر سال روان کارزار 16 روزه مبارزه با خشونت علیه زن آغاز شد که این کارزار به مناسبت روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان تشکیل کرده شده است. این کارزار امسال در سراسر جهان با نام مرد برای زن گذرانیده شد. اگر ما در این کارزار با کارهای فهماندهی در تمام جماعت و محله ها برآمد نماییم، می توانیم هم در تعلیم و تربیت در عائله و جداشوی عائله های جوان تاثیرگذار باشیم. گزارش غیب الله محمدیوف و شهباز قربانوف. بینندگان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر شاد و پیروز باشید.